کار تحقیقی اکادمیک است که و دارای رفرنس و منبع و همچنان نتیجه کار میدانی هست. اینا بر اساس یک تحقیق با بیش از 40 تن از کسانی از خانمایی که متأثر بودند از ممنوعیت تعلیم دختران در افغانستان اینا مصاحبه کردن و به خاطر یکی از ویژگی های کتاب این نقطه تو دونست که کتاب توسط یک استاد دانشگاه که خودش هم تدریس میکنه هم تحقیق میکنه و سابقه زیاده در راسته تحقیق و تدریس داره این کتاب تالیف شده. زنان افغانستان تنها هستند. بسیار تعداد کمی از برادرای ما هستند که در این میدان مبارزه در کنار زنان افغانستان قرار دارند. و بحث دیگر هم آموزش آنلاین است. آموزش آنلاین کافی نیست در شرایط فعلی برای مردم افغانستان. باید زنان افغانستان مورد حمایت‌ها و بورسیه‌های تحصیلی و موارد دیگر قرار بگیرند.